تا 40 ریش ممکن نیست. وقتی که من 40 نرسیدم مرم، وقتی که این جوانا 40 نرفته مرن، پیغمبر ریشی کسی را تراشن اگر گویا خون او را ریخت، گویا سری او را برید. حتی مخلوق هیچگاه جایز نیست، خواه رئیس عالی است، خواه جناب عالی است، خواه پرقرار است، خواه سود است، وقتی که در او را ما قبول نمیکنیم. ما قبول یکی من اگر سرم ریش برای مسلمان سنت پیغمبرش است، چهره زیبای محمد است. او تروریستی لعنتی میخواهد با ریشی تراشیده هم با موی سرم با پاپیراس آن رو همون نیت ناپاک شکنه. مسخره کردیان. گویا این در اسلام یک چیزی عادی نادرکار باشد. یا الله، اینا از خدا نمیترسیده باشد. تا 40 ریش ممکن نیست. وقتی که من 40 نرسیدم مرم، وقتی که این جوانا 40 نرفته مرن، پیغمبر خدا اینا رو چی میگوید؟ پیغمبر خدا اینا رو شفاعت میکند یا نه؟ نه، نمیکند. پیغمبر امت ریش تراشیده شه والله شفاعت نمیکند. وقتی که تا 18 نماز نخواند، تا 18 مسجد نرود، تا 18 رفته دیننگی بچه که 16 ساله رو من جنازه کردم مرد، وای حالو چی بشه پیشگاه خدا ده؟ و یکی از عذاب خدا خلاص میکنه؟ همین کارهای داخلی رو کارگراش، همین نظارتچی های راه و عمل نسا نه نمیتونه خلاص کرده. عزیزان من، بنابر ما رئیس جمهور احترام میکنیم. من رئیس جمهور شخصا خودم احترام میکنم. در من حضرت قبلگاهی شنیده بودم که نسبت این کس شما خیلی با آداب و با احتیاط باشید. من تا آخر در این عهد حضرت قبلگاهی میستم، لیکن من باز به اعلان میکنم به همه فهمن، همه حکومت دارا باید فهمن که پیغمبر ما گفت است لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اطاعت مخلوق هیچگاه جایز نیست، خواه رئیس عالی است، خواه جناب عالی است، خواه پرقرار است، خواه سود است، وقتی که در او رو ما قبول نمیکنیم. ما قبول یکی من اگر سرم برن قبول نمیکنم. ما مسلمان هستیم، خون ما خون مسلمان است. ما هیچگاه ناآرامی کشور ما نمیخوایم. ما میخوایم جمهوری ما آرام باشد، تنگ باشد، پیشرفته باشد. نخواد که همین مسجدها آرامی جمهوری ما را کلید کنند، نخواد که همین ریش آرامی جمهوری ما را کلید کند. آخر این تروریسم اول خودی امریکا برآورد. والله همون القاعده بدبخت هوای خودش تربیت کرد، به افغانستان آورد سر داد. در زمان شوروی نه القاعده بود، نه تروریست بود، نه تروریسم بود. اینها از کجا پیدا شدن اصطلاحا؟ ریشی کسی را تراشن اگر گویا خون او را ریخت، گویا سری او را برید. بنابراین شریعت او را 10,000 تنگی باید جریمه شد یاد صاحبش. امروز این حاکم های ما تراشیدن ریش مسخره کردیان. گویا این در اسلام یک چیزی عادی نادرکار باشد. یا الله، اینا از خدا نمیترسیده باشند. تروریست بدبخت با موی سر میتونه این کار کنه، با ریشی تراشیدن میتونه، با همون پاپیراس هم میتونه وقتی که نیتش پلید باشه این کار کنه. نه به همه شما من خطاب میکنم، بچه های عزیز، شما یگان کاری جنایت دست نزنید، فقط صبر کنید. صبر کنید. خوب ریشاتان میتراشند، تحقیرتان میکنند. اگر یگان کاری خلاف قانون کنید، من از شما همچون پیشوا راضی نیستم. صبر کنید، انشاءالله آخر غلبه بر اسلام است. انشاءالله مثل که خداوند حزب کمونیست از جامعه دفع کرد و پرتافت، این دیگه دفع میکنید و میپرتافت. شما لیکن یگان کاری خلاف قانون دست نگیرید. سبمون ریشاتون تراشند، گریه کنید، به خدا مراجعت کنید. مون روی مالای دختراتان گیرند، چیکار عکس العمل نشان نده، به خدا مراجعت کنید. خداوند خدا خودش اینا هم دیده است، ما هم دیدیش داده است. خدا انتقام مظلوم از ظالم میگیرد. وقتی که قاری را
در پیش امام اعظم رحمت الله علیه پرسیدن که یک آدم میخواد کسی ریش تراشد حق داره به او جنگ کند؟ حضرت میگه حق داره به او حتی تا کشتن جنگ کند. در خلاصه از کتاب دیات است. اگر این شورای علمای ما علماهای با ناموس داشته باشه، این فقه حنفی است، این قول امام اعظم است، بیارم به اونها نشان تیان. عزیز من، این ریشی مای تروریست نیست. او تروریستی لعنتی میخواهد با ریشی تراشیده هم با موی سرم با پاپیراس آن رو همون نیت ناپاک شکند. محمد تروریست نبود، اصحاب محمد تروریست نبودن، ریش زیباگیشان بود. ما علماء الحمدلله تروریست نیستیم، ما از تروریست بیزاریم. ما کسی میخواهد مسلمان خیانت کند در خانه‌ش و در ملکش و در آرامش، ما از او بیزار هستیم. نخواد که ریش نشانی تروریستی باشد، نخواد که تاقیچی سفید نشانی تروریستی باشد. یا الله، وقتی که از تاقیچی سفید عزیزان من شما نفرت داره، از کفنی سفید هم نفرت کنه، کفناتان سانی سرخ کنه نباشد. پیغمبر خدا بهترین لباس مسلمان لباس سفید است، کرتی سفید، تاقی سفید، سلی سفید. حضرت حتی مرده هاتان کفنی سفید کنه. تکبیر! کدام که هست؟ ریشدارا رو بینن در بازار و در کوچه ها، کارمندان نظارتی را ریشدار در ماشین قپ تمام خدا میتیش، او رو تمسخر کرده، او رو حقیر کرد، تحقیر کرده، از ماشین میفرارد و تهدید کرده میبره به جای درکاری. همین خدا به پیغمبرش در 1440 سال پیش گفته بود، زیرا کفر در همه عصر و زمان تا قیامت یک رفتار داره. و الا ریش برای مسلمان سنت پیغمبرش است، چهره زیبای محمد است. ریش حتی فتواها من کسی ریش یک آدم میتراشد به زور، اگر حکومت اسلام باشد برای این آدم ریش تراشیده کل دیت واجب می شود. من حکم ریش گویم، یک کس می ریش شما رو به زور می تراشد، شریعت حکم او رو چی می کند؟ در خلاصه هم هست، این فقه حنفی است، حضرت امام اعظم فقهش است، حضرت امام اعظم فتواش است. برای این شخصی ریش تراش که او رو در شریعت حلاق میگن کل دیت واجب می شود. دیت انسان 1000 تیلاست، یا 1000 گوسفند است، یا 10,000 گوسفند است، یا 1000 گاو است. یک آدم کسی ناگهان کشد، یعنی فلاکت کده در شریعت او قصاص نیست، او رو دیت واجب می شود. باید که 10,000 تنگ است، یا 1000 تیلاست، یا که 1000 گاو پیشگاه خدا دستگرد. ریشی کسی را تراشن اگر گویا خون او را ریخت، گویا سری او را برید، بنابرای شریعت او را 10,000 تنگه باید جریمه شد در صاحبش. امروز این حاکم های ما تراشیدن ریش مسخره کردیان، گویا این در اسلام یک چیزی عادی و نادرکار باشد. یا الله، اینا از خدا نمیترسیده باشند. من به این کارمندای کارهای داخلی میگم، عزیزان من، شما طاقت عذاب خدا ندارید. والله تراشیدن ریش یک مسلمان برابر ریختن خونش است. این مذهب امام اعظم است. شما به خود بیایید چی کار کردید؟ وقتی شب این آیه مبارکه رو میخواندم آب دیدم میریخت. به خدا من مراجعت کردم، خدایا ما از دست من چیزی نمیبیاد، من همون دعای حضرت نوح به تو میکنم، ربی انی مغلوب فانتصر. کنسر دیست میبودست یوسف بودای میخپن ریشاش میتراشن، قاری نزد ما آمد گریه کرد. من دادر عزیز صبر کن، انشاءالله خدا خواه ثواب میگیری، یگان کاری دیگر دو دست نزن. باز میگم از شما عزیزان، بچه های خوش رو، خوب شما میتونی به رئیس جمهور شکایت کنی، خدا خواه رئیس جمهور از این خبر ندارد، من باور دارم. شما میتونی بر رئیس شورای عالی محمد سید عبیدالله شکایت کنید، شما به سود و پرگران شکایت کنید از روی این ملیسایی که ریشاتان میتراشند، شما را حقارت میکنند، شما را تحقیر میکنند. مراجعت کنید، قانونی مراجعت کنید، انشاءالله فریاد شما به یک جا میرسد.
اما گپشانو نگیره. ریشاتون تراشیدن با مونه با برود، تاقیاتانو گرفتن فردان با تاقی نمونید. خوب این حکم اسلام است. کسی ریش شخص میتراشه برابر دی سرش بریدن است گناهش. بنابر کل دیت بر همون سرتراش واجب میشه. سرتراشایی که ریشای مردم به لسان میبرن میتراشند، شما دانید که خداوند پگاه با قیچی های آتشین ریشای شما رو میتراشد، با شمشیرهای آتشین سر شما رو میبرد.